خب سلام دوستان، آرش مومن هستم با قسمت پنجم آموزش طراحی سایت با وردپرس مقدماتی در خدمت شما هستیم. خب دوستان ببینید، ما تو آموزش قسمت قبلی گفتم بهتون که فوتر رو از طریق سفارش سازی برید یه تغییرات کوچیک ایجاد بکنیم تا اصلا ببینیم آقا چه جوری و اینا. ما اومدیم یه سری از بخشاش رو مثل آدرس، تلفن، ایمیل اینا رو جابجا کردیم، مثلا وبسایت. توضیح بهتون دادم که آقا اینا رو اگه بخوایم تغییر بدیم، مثلا ما الان رو یوتیوب بزنیم، مثلا میخوام یکی از صفحه های خود محصولمون رو برامون میاره. تو توضیح دادم و کامل شد. حالا برای اینکه صفحه اصلی رو ما تغییر بدیم چه کار میکنیم؟ مثلا این عکس رو یا این دکمه رو یا یه سری از چیزا داخل خود، وقتی که شما پنلتون باشید و لاگین کرده باشید، این بالا وقتی ما المنتور، افزونه المنتور رو نصب کردیم، اینجا داره ویرایش با المنتور، روش کلیک میکنیم، ثبت میکنیم تا بیاره بالا. خب حالا میبینیم که الان صفحه برای ما آورد بالا و خیلی تر و تمیز. حالا مثلا اینجا خودش پیشنهاد داده لوگوی خود را اضافه کنید، فونت ها و رنگ های سراسری را تنظیم کنید و یه سری از کار که ما حالا نیاز به این خیلی نداریم، چون خودمون میدونیم باید چه کار بکنیم. خب دوستان، اینجا که میاد الان یه سری از چیزا رو شما میتونید تغییر بدید از همینجا، یه سری چیزا رو نمیتونید تغییر بدید. مثلا اینجا آقا میبینید که ما اینا رو نمیتونیم تغییر بدیم، چون باید از طریق خود پوسته سفارش سازی ما اینا رو تغییر بدیم. ولی الان میبینید مثلا یه سری اینجا مسئولات ویژه، حالا یه سری از کاربرد، مثلا این سکشن رو ما میتونیم تغییر بدیم. اگه روی این حالت ویرایش بخش سکشن از دکمه است کلیک بکنیم، اینجا میبینید که خیلی چیزا برای ما میاره، استایل، طرح‌بندی، پیشرفته، خیلی چیزا رو براتون میاره. مثلا عرض محتوا رو میتونید تمام عرض بذارید یا جعبه‌ای بذارید. مثلا من اگه تمام عرض بذارم، انتشار رو بزنم، مثلا داتای مثلا این تمام عرض میشه. ولی اگه من جعبه‌ای بذارم، تفاوتش رو ببینید. الان این تمام عرضه، فکر میکنم که یه لحظه اجازه بدید به من، یه تفاوت ریز داشته باشه، ولی انگار خیلی معلوم نیستش که به چشم بیاد. حالا کاری به این نداریم، خیلی چیزای دیگه هم هست که شما میتونید حالا قرارش بدید. مثلا خودتون ارزش رو بچینید یا شکاف ستون، حالا مثلا بدون شکاف باشه. انگار مثلا خیلی اینا تفاوتی ایجاد نمیکنه. مثلا آقا شما میخوای توی اینجا عکس این بخش سکشن رو تغییر بدیم، یا اینجا آقا میبینی که تصویر داریم. حالا وقتی شما خود قالب رو نصب کنید، حالا میتونید خودت هم عکس ها رو بذارید. اینو میذاریم، مثلا الان میبینیم خیلی به دلمون نشست، میریم پایین تر، مثلا این عکس رو میبینیم، مثلا ما اینو کلا عوض میکنیم، میذاریم این عکس باشه. خب حالا رزولوشنش مثلا میتونی انتخاب بکنی که چی جوری باشه. حالا اندازه کامل ما داریم، جایگاهش وسط چپ، پیش فرض، همه رو میتونید خودتون، حتی سفارشی هم اگه کلیک بکنید میتونید موقعیت افقی و موقعیت عمودیش هم خودتون بذارید. حالا ما پیش فرضش رو انتخاب میکنیم چون لازم نداریم. زمینه نمیدونم نوار پیمایش بزنید. اینا رو همه رو یکی یکی اگه تست بکنید، خیلی میتونید باهاش کار بکنید، چون خیلی چیزای زیادی داره. من همش اگه بخوام بیام براتون توضیح بدم کم کم 10 ساعت زمان میبره، ولی با تست کردنش میتونید بفهمید که آقا چی جوریه. مثلا تکرار، بدون تکرار، تکرار وای، حالا ما میزنیم یه تست میگیریم ببینیم چه جوری میشه. خب میبینید که حالا این عکس هست، اکنون خرید کنید. حالا مثلا چیزایی که بیشتر برای ما مهمه،
ارزم به حضورتون که این مثلا این دکمه است. این دکمه خب این پیوند الان زده آقا یه پیوند داده، اکنون خرید کنید. مثلا ما آقا این کت شلواره الان چه رنگی فکر کنم اگه اشتباه نکنم یا سرمه‌ای یا سبزه. حالا ما میایم مثلا تو محصولاتمون یه دونه محصول پیدا میکنیم، میایم توی اینجا مثلا این سرمه‌ایه، فرق نمیکنه که این لینک اینو کپی میکنیم پیوندش رو و با این جابجا میکنیم. خب و بعد انتشار رو میزنیم. حالا چه اتفاقی میفته؟ اون موقع یه لینک دیگه یه چیز دیگه ای بود، متنم که همونه، نوعش هم که حالا هشدار بذاری باز همش فرق میکنه، خطر، هشدار، آیکون هم حتی میتونید براش بذارید که حالا من آیکون ندارم، آیکون هم میتونید براش بذارید، محل قرارگیریش هم میتونید بذارید، فاصله بین آیکون و آیکون نذاشتیم، شناسایی دکمه هم که فکر میکنم لطفا متوجه، فکر میکنم چیز خاصی نباشه، حالا من اینو تستش نکردم حقیقتا ولی چیز خاصی نیست. حالا ما انتشار رو کلیک میکنیم. الان اگر بریم توی سایت و اکنون خرید کنید و بذارید، اون موقع معلوم نبود توی کجا ما رو میبرد، اصلا لینک به کجا بس بود، ولی الان اگه کلیک بکنیم میبرتمون توی همین صفحه محصولات، کت شلوار سرمه‌ای. خیلی هم مالی. خب میایم پایینتر ببینیم آقا اینو میتونید محصولات ویژه روش اصلا کلیک بکنید میاره، میتونید عنوانش رو تغییر بدید، میتونید بیاید اینجا تایپوگرافی براش فونت بذارید، براش رنگ انتخاب کنید، اگه برید تو پیشرفته خیلی کارهای دیگه میتونید براش انجام بدید که به نظر من همین خوبه. حالا مثلا میتونید متنش عوض کنید یا مرز متن سایه براش بذارید، حالت ادغام براش بذارید یا رنگش رو تغییر بدید. حالا این رنگی مثلا ما بکنیمش مشکی بر فرض مثال. انتشار این دکمه هم حالا یه حالت انگار دکمه ماننده گذاشته، به نظر من قشنگه، اگه بود تغییرش نه. حالا میرسیم به بخش اصلی یا بخش محصولات ویژه‌مون که حالا هست. وقتی میزنیم میبینیم انگار چیز خاصی نداره توی محتوا، فقط یه کد کوتاه خورده و ما اصلا نمیدونیم این کد کوتاه اصلا چی هست و انگار ما اینجا نمیتونیم تغییرش بدیم. خب حالا شما اگه خواستید چیزی اضافه بکنید، اسلاید شو اضافه بکنید، اگر بیاید داخل خود المنتور اینجا و روی این به اضافه کلیک کنید و حالا شبکه یا فلکسی انتخاب بکنید فرق نمیکنه. مثلا ما این انتخاب کنیم، میایم توی همینجا به اضافه رو کلیک کنیم. حالا ببینید اگر نسخه المنتور پرو رو نصب بکنید، مثلا اول المنتور بعد المنتور پرو، اگر المنتور پرو رو اول نصب بکنید خب به مشکل میخورید قاعدتا، ولی المنتور رو اول نصب بکنید و بعدش المنتور پرو. چرا؟ حالا من المنتور پرو الان ندارم ولی اگه داشته باشید میتونید فرم بذارید، میتونید همه چیز، خیلی چیزای متفاوت داره و المنتور پرو هم همه جا هستش، لازم نیست که خریداری بکنید، فقط لازمه و نصب کردنش هم کار خاصی نداره. ما چون خیلی نیاز نداریم نمیاریم میشه. آقا مثلا میایم اینجا میبینیم آقا مثلا ببینیم چی خوبه، حالا این لینک در بایو، حالا این سایت و تکیو، اینا همه ویدیوهای با کامرس و اینا شما میتونید بذارید ولی انگار خریده. حالا کار نداره. نگاه میکنیم مثلا ما چی نیاز داریم، مثلا سایت بار بر فرض مثال ما میخوایم یه چیزی بزنیم، یک ستون کناری. حالا سایت بار خیلی استفاده نمیشه، اگه سایت بار باشه باید اینجاها استفاده بشه، یعنی چیز خاصی نیست. حالا کار به این موضوع نداریم. یه بار دیگه بذارید من براتون میخوام تست بکنم که آقا اینجا با خود آقا مثلا ما میخوایم یه تصویر اضافه کنیم، میایم اینجا تصویرمون رو میزنیم و از تصویری که قبل بوده مثلا یه تصویر جدید میذاریم، مثلا این یه تصویر آقا اینجا میذاریم مثلا بدون هیچ موضوعی، فرقی نمیکنه. مثلا انتشار رو میزنیم آقا دیگه یه دونه دیگه فلکسی داریم، کلیک میکنیم ویدیو میخوایم بذاریم، نمیدونم نقشه گوگل WP فرم، حالا بهش میرسیم ولی ما حالا میذاریم اینجا یه فرم ما اصلا میخوایم اینجا بذاریم. حالا اگه من الان شروع کنم به WP فرم کار کردن باهاش یه ذره شاید توی این ویدیو گیج بشید،
پس میذاریم برای ویدیوی بعدی با WP فرم کار کنیم که خیلی چیز جالبیه. یه فرم جدید ایجاد میکنیم و حالا اینو من پاکش میکنم که فعلا اسپویل نشه تا ویدیوی بعدی. باز میخوام خلاصه که شما میتونید خیلی خیلی کارها با المنتور انجام بدید. اصلا 90% سایت ها رو با خود المنتور میسازن. حالا ما این تصویر رو زدیم اینجا، شما میتونید حالا زیرش عنوان بزنید. بر فرض مثال من باید اینو پاکش کنم، حذفش کنیم، پایینش کلی این فضایی که گرفته به خاطر داستان فلکسی هست. حالا من پاکش کردم. شما میتونید از اینجا یا فلکس باکس یا شبکه این چیدمانشه، هر کدومو که خواستید انتخاب بکنید و به سلیقه خودتون. مثلا من اینو دوباره انتخاب بکنم، مثلا برای ساخت فوتر هم استفاده میشه. و خلاصه مثلا بذارید ببینیم یه دونه پایین، این مثلا اینجا عرضم به حضورتون که خیلی کارهای دیگه باهاش میشه انجام داد که خیلی زیبا میکنه سایت رو. مثلا یه سربر، یه نمیدونم میخوای یه متنی بنویسی، یه سربرگ بنویسی، سلام مثلا سلام مثلا یه همچین چیزی می نویسید. استایلش مثلا مشکی، شلوار هم اشتباه نوشتیم. اگه درست بشه واقعا بله، و انتشار میزنیم. به همین سادگی ما میتونیم مثلا خیلی کارا باش انجام بدیم. حالا بازم میگم خیلی متفاوته. اگه پیشنهادی داشتید میتونید توی کامنت ها بهم بگید که مثلا آموزش جدید اضافه کنم و بهتون بگم حالا چی جوری و داستانش اینه. خب حالا ما دیدیم که آقا